همینه. چون تو زحمت کشیدی، تولید مثل کردی، باید مورد ستایش و احترام قرار بگیری. چه کاری بالاتر از تولید مثل بر این بچه کردی؟ کجا راهنمای زندگیش بودی؟ به جز اینکه احساس حقارت و ترس و سرکوب و توهین و آزار و سوء استفاده رو بهش القا کردی. به جز اینکه محدودش کردی و به جاش زندگی کردی. کجا بهش نشون دادی حامیش هستی؟ همه جا نشونش دادی فقط به خاطر حرف مردم، فقط به خاطر که من میخوام این کارو بکن. پدر مادری که به جای بچه زندگی کرده، تصمیم گرفته، محدودش کرده. احترام همچین پدر مادری واجب نیست. بچه میره جایزه میگیره تو سن بزرگسالی، بعد میاد جایزه رو تقدیم میکنه به پدر مادرش، مردم نگاه میکنن به به چه قشنگ نیست. اینقدر احساس گناه به این بچه دادی که حتی وقتی به یه جای بالا میرسه داره بهت نشون میده ببین منیم که سرکوبم کردی، تحقیرم کردی، الان دارم نشونت میدم که اون آدم سرکوب شده نیسته. لایق احترام نیستی مگر اینکه بفهمی تو انتخاب کردی بچت به این دنیا بیاد و تو باید بتونی راهنماش باشی، بهش آموزش بدی، از مسیرهای گمراه کننده نجاتش بدی، کمکش کنی مسیر سالم زودتر پیدا کنه، ازش حمایت کنی، به جاش زندگی نکنی. اونجا